سلام بچه‌ها، به یه ولاگ دیگه با من خوش اومدین. امروز قراره بریم دانشگاه اصفهان و یه جای خفن از دانشگاه اصفهان رو ببینیم که در ادامه مسیر با اونجا آشنا میشیم. خب ما یه عالمه راه رفتیم تا برسیم به درب ورودی اصلی و وارد دانشگاه زیبای اصفهان شدیم. انقدر بزرگ بود که یه عالمه ایستگاه اتوبوس داشت. اما خب ما با راه رفتیم. یه سمینار داشت برگزار میشد که به اون سمینار هم سر زدیم و در ادامه سوار آسانسور شدیم تا برسیم به کتابخونه. و در ادامه میریم ویو زیبای دانشگاه اصفهان رو از طبقه سوم کتابخونه ببینیم.